هموطنان عزیز، این سیل است که دول سالی خرم سارباغ سرازیر میشه. از ساعت 3 بجه روز این سیل آمده سازیده تا الحال و این خانه هایی که در نزدیک دریاست یا با خیلی مشکلات مواجه شدن، ممکن بعضی هایش سیل خراب کرده باشه و این اولین سیلی است که با این زیادی در این سایه جریان پیدا کرده. این شخصی که میبینین این اشتککی است که در بین سیل در باغا گیر مانده بود، در شانه خود گرفته، از خود قهرمانی نشان داده، داخل درخت بالا شده. و شخص دیگری است که در سیل بند مانده داخل درخت است. یکی تلفن در دست خود